همه چی از یه تغییر کوچیک توی سیارمون شروع شد. اولش مردم فقط دیدن که ماه یکم بزرگتر و روشن‌تر شده، ولی هیچ کس جدی نگرفتش. کم کم ماه شروع کرد روی جزرآمد دریاها تاثیر گذاشتن. آب دریاها اومدن بالا و ساحل‌ها رو پوشوندن، ولی هنوز فاجعه‌ای در کار نبود. اتفاقا کلی ماهی اومدن نزدیک ساحل. مردم کنار دریا موجودات عجیبی پیدا کردن، مثل ماهی‌های مرکب غول‌پیکر و اون ماهی‌های فانوسدار ترسناک که معمولا فقط توی عمق تاریک اقیانوس زندگی میکنن. هر روز یه اتفاق عجیب‌تر میافتاد. پرنده‌ها دیگه زمستونا به سمت جنوب پرواز نمی‌کردن. توی دسته‌های بزرگ جمع می‌شدن و بدون هدف بالای شهرها می‌چرخیدن. قبلا ماه کمکشون می‌کرد مسیرشون رو پیدا کنن، ولی حالا دیگه نمیتونن بفهمن کدوم سمت رو باید برن. وسط اقیانوس‌ها ناخدای کشتی‌ها فهمیدن قطب‌نماها دیگه درست کار نمی‌کنن. عقربه هی می‌چرخید و جهت‌های مختلف رو نشون میداد، چون قطب‌های مغناطیسی زمین تغییر کرده بودن. اون موقع بود که مردم فهمیدن ماه به یه دلیلی داره به زمین نزدیک‌تر میشه. گرانش ماه روی گرانش زمین تاثیر گذاشته بود. همین باعث شد آب و هوا، رفتار همه موجودات زنده و حتی میدان مغناطیسی زمین عوض بشه. حالا تو خشک‌ترین جاها بارون میبارید و تو سردترین مناطق هوا گرم شده بود. اکوسیستم‌ها یکی یکی از هم میپاشیدن. مردمی که نزدیک جنگل زندگی میکردن شب و روز صدای زوزه گوی‌ها رو میشنیدن. ماه باعث دیوونه شدنشون شده بود. ماه زمین بزرگتر و درخشانتر از همیشه شده بود و شب رو مثل روز روشن میکرد. هنوز اتفاق خیلی بزرگی نیفتاده بود. مردم وحشت نکردن چون نمیخواستن باور کنن آخر دنیا نزدیکه. ولی یه روز ماه به نقطه بحرانی خودش رسید. داری توی خیابون راه میری، هندزفری توی گوشت و موزیک گوش میدی که یهو یکی محکم هلت میده. با خودت میگی شاید عجله داره یا دیرش شده. به راهت ادامه میدی. یه دختر از روبرو میخوره بهت، سری میگه ببخشید و رد میشه. اما از توی چشماش ترسو میفهمی. سر بلند میکنی و میبینی مردم دارن با وحشت به سمتت میدون. هندزفری تو در میاری و یهو صدای جیغ و آژیر به گوشت میخوره. مردم ماشیناشون رو وسط خیابون ول میکنن و فرار میکنن. صدها مرغ دریایی بالای آسمون در حال چرخیدنن. بین اون همه سر و صدا یه صدای عجیب میشنوی، صدای آب. با خودت میگی مگه میشه؟ من که وسط شهرم، چندین کیلومتر با دریا فاصله دارم. اما وقت فکر کردن نداری. یه موج عظیم رو میبینی که داره از ته خیابون میاد و همه چی رو میبره. بدون لحظه تردید میدوی توی ساختمون و خودت تا طبقه دهم میرسونی. از اون بالا شهر رو میبینی که داره زیر آب میره. جریان شدید آب، ماشین‌ها، درخت‌ها و خونه‌های یه طبقه رو مثل اسباب بازی با خودش میبره. یه کوسه میبینی که بین آب شنا میکنه. حتی چند تا ماهی هم اون وسط شناورن. مردم یا توی خونه‌ها قایم شدن یا خودشونو کشوندن روی پشت بوم. کل شهر داره توی چشمه هم زدن توی فاجعه غرق میشه. تلویزیون توی ساختمونی که پناه گرفتی هنوز کار میکنه. میفهمی سیل داره تو کل دنیا اتفاق میفته. سونامی‌های غول‌پیکر شهرهای ساحلی رو یکی یکی میبرن. بعضی موج‌ها به ارتفاع یک ساختمون 30 طبقه میرسن. خیلی‌ها میگن بعضی از شهرها کلاً از روی نقشه زمین محو شدن. ماجرا اینه که ماه خیلی زیاد به زمین نزدیک شده و این سیل‌های عظیم فقط شروع ماجراست. ماه همیشه دور زمین میچرخه و باعث میشه سیاره‌مون سر جای خودش بچرخه و تعادل داشته باشه. اون عامل پایداری آب و هوا و رشد موجودات زنده است و حالا این تعادل به هم خورده. ماه داره نزدیکتر میشه و همین باعث شده گرانش زمین تغییر کنه. احتمالش هست زمین یکم به پهلو خم بشه و همین باعث سیل‌های مرگبار تو سراسر دنیا بشه. تصور کن یه لیوان آب دستته. اگه یکم کجش کنی سطح آب از یه طرف بالا میره، از یه طرف دیگه میاد پایین. دقیقاً همون اتفاق الان با اقیانوس‌ها میفته. ولی ماجرا فقط این نیست که ماه داره نزدیکتر میشه. داره دور زمین میچرخه و هر بار که یه دور میزنه، شدت سونامی بیشتر میشه. همین باعث شده هر لحظه توی گوشه زمین یه فاجعه طبیعی جدید رخ بده. الان یه سمت دنیا زیر آب رفته و تا چند ساعت دیگه اون سمت دیگه‌ش هم زیر آب میره. کم کم میبینی که آب از خیابونا داره برمیگرده سمت ساحل. اما یه حسی ته دلت میگه تا شب که بشه آب دوباره برمیگرده سمت شهر. صبر کن، شاید هیچ وقت نتونی شبو ببینی. آسمون یهو تاریک شده در حالی که تازه ساعت 3 بعد از ظهره. ماه اونقدر به زمین نزدیک شده که سرعت چرخش زمین رو هم به هم زده. روزها سریعتر میگذره. ماه تقریبا کل آسمون رو گرفت و مثل خورشید نقره‌ای زمین رو روشن کرده. از همینجا گودال‌های بزرگ سطحش رو واضح می‌بینی. اونقدر نزدیکه که حتی وقتی خورشید وسط آسمون هم محوش نمیره. توی بعضی جاها عبور ماه جلوی نور خورشید رو گرفته. آب از خیابونا جمع میشه و مردم کم کم میان بیرون. ولی درست همون موقع زمین شروع میکنه به لرزیدن. جاده‌ها ترک برمی‌دارن، خونه‌ها فرو میریزن، کوه‌ها سر میخورن پایین. زمین داره از درون میلرزه. صفحات تکتونیکی کل سیاره زمین دارن جابجا میشن. تصور کن دو تا گوی آهنربایی دارن به هم نزدیک میشن. یکی ماهه، اون یکی هسته زمین. فکر میکنی چی سر لایه‌هایی که بینشونه میاد؟ اون همه کیلومتر سنگ و خاک، حالا همش دارن حرکت میکنن. شکاف‌های عظیم توی زمین باز میشن. بلندترین کوههای دنیا فرو میریزن و به توده‌ای از سنگ تبدیل میشن.
کف اقیانوس‌ها میشکنه و گدازه از اعماق زمین بیرون میزنه. آتشفشان‌ها یکی یکی بیدار میشن و فوران میکنن. ابرهای خاکستر آتشفشانی آسمون رو میپوشونه. خورشید دیگه پیدا نیست و حتی اون ماه درخشان هم پشت دود گم میشه. ولی وحشتناکترین قسمت هنوز نرسیده. برخورد دیگه قطعی شده. ماه مثل توپ دیوونه دور زمین میچرخه و هر لحظه نزدیکتر میشه. بادهای سهمگین از هر طرف میوزن و ابرها رو به خودشون میبرن. یه لحظه طوفانه، 5 دقیقه بعد برف میاد. بعد شب میشه و شروع میکنه به باریدن بارون. اما این بارون دیگه معمولی نیست. قطرهاش از گل و خاکستر درست شده. هوا اونقدر سنگینه که مردم بدون ماسک نمیتونن نفس بکشن. فشار هوا مدام در حال تغییره. بعضیا از سردردهای شدید زجر میکشن، بعضیا مفصل‌هاشون تیر میکشه. ولی دیگه وقت فکر کردن به درد و مرض نیست. بشر باید راهی پیدا کنه که خودش رو از برخورد ماه و زمین نجات بده. وقتی ماه به زمین بخوره یه نظم جدید گرانشی به وجود میاد. قاره‌ها شکلشون عوض میشه، یا همشون به هم میچسبن و یه قاره غول پیکر میشن، یا پخش میشن و 100 تا تیکه کوچیک‌تر ازشون درست میشه. انرژی حاصل از این برخورد اونقدر زیاده که میتونه کل اکسیژن جو زمین رو بسوزونه و سیاره رو برای همیشه غیر قابل زندگی کنه. پناه گرفتن زیر زمین هم فایده نداره. زلزله‌ها اونقدر عمیقن که تا هسته زمین رو میلرزونن. آدم‌ها تصمیم میگیرن آخرین ساعت‌های زندگیشون رو با خانواده‌هاشون و کسایی که دوستشون دارن بگذرونن. ماه هر لحظه نزدیکتر میشه. الان دیگه اونقدر نزدیکه که فاصله‌اش با زمین به اندازه ایستگاه فضایی بین‌المللیه. کل آسمون رو گرفته. خیلی از شهرها زیر سایه سیاه و سنگینش فرو رفتن. سونامی‌هایی به ارتفاع چندین مایل با قدرتی وحشتناک به زمین میکوبن. میلیون‌ها تن گدازه داغ به اقیانوس‌ها میریزه. میلیاردها گالون آب همونجا تبخیر میشه. بخار آب با خاکستر قاطی میشه و به شکل ابرهای عظیم بر فراز زمین پخش میشه. تو دیگه با خودت کنار اومدی. میدونی سیارت داره نابود میشه. ولی یه چیز عجیب اتفاق میفته. یه چیز غیر منتظره. روی سطح ماه ترک‌های عظیمی ظاهر میشن. ماه کم کم از وسط داره دو نیم میشه. هر تیکش میترکه و به صدها تیکه کوچیک‌تر تقسیم میشه. ماه داره جلوی چشمای همه از هم میپاشه و میمیره. زمین دیگه هیچ قمر طبیعی نداره. فقط یه توده بزرگ از سنگ و غبار فضایی دور و برشه. اما چرا این اتفاق افتاد؟ یه محدوده‌ای دور زمین هست که بهش میگن حد روش. این یعنی توی محدوده خاصی از جو، جاذبه زمین از جاذبه ماه قوی‌تره. یعنی نیرویی که ماه رو اصلا میپاشونه قوی‌تر از نیرویی که اون رو کنار هم نگه میداره. و درست همین اتفاق استثنایی زمین رو نجات داد. ماه متلاشی شد، زمین بدون قمر شد، ولی خونمون زنده موند. آدما از شادی فریاد میزنن. حد روش نجاتمون داد. ماه دیگه به زمین نمیخوره. قبل از اینکه به برخورد برسه میترکه و به میلیون ها تکه تقسیم میشه. این تکه ها کم کم دور زمین حلقه میزنن و حالا سیاره‌مون شبیه زحل شده با یک کمربند درخشان از سنگ ماه دورش. اما اون تکه های غول پیکر هر چی جلوشونه نابود میکنن. ماهواره ها یکی یکی از کار میافتن و بشر یه دفعه ارتباط و راهیابیشو از دست میده. هیچ جی پی اس، هیچ اینترنت، هیچ سیگنالی باقی نمیمونه. مردم دوباره باید از نقشه‌های کاغذی استفاده کنن. تا قبل از این فاجعه ماه محور زمین رو توی زاویه ثابت نگه می‌داشت. ولی حالا دیگه اون تعادل از بین رفته. محور زمین کج شده. نصف سیاره نزدیکتر به خورشیده و نصف دیگه‌اش توی تاریکی فرو رفته. قطب شمال و قطب جنوب حالا تبدیل به بیابون‌های داغ میشن و استوا یخ میزنه و توی سرمایه ابدی فرو میره. زمستون‌ها و تابستون‌ها ممکنه سالها طول بکشن. یه طرف زمین همیشه داغ و روشن، طرف دیگه سرد و تاریک. خرده سنگ‌های باقی مونده از ما هنوز دور زمین میچرخن. ولی بعضیاشون سقوط میکنن به سمت زمین. بارون شهاب سنگ‌ها شهرهای زیادی رو نابود میکنه و گودال‌های عظیم رو روی زمین درست میکنن. زندگی روی سیاره به مرز نابودی میرسه. برای اینکه زمین دوباره خودش رو با این شرایط وفق بده شاید صدها هزار سال طول بکشه. توی این دنیای بیرحم و بیپایان فضا اجرام زیادی وجود دارن. ستاره‌ها، سیاره‌ها، قمرها، دنباله‌دارها و سیارک‌ها. اما نزدیکترین به ما همیشه ماه بوده. قمری که قرنها منبع تحقیق، نظریه و حتی افسانه برای انسان‌ها بوده. ماه تنها قمر طبیعی و دائمی زمینه و جزو 10 قمر بزرگ منظومه خورشیدیه. توی یکی از بازوهای مارپیچی بیرونی کهکشان راه شیری قرار داره. بعضی سیاره‌ها مثل مریخ یا مشتری کلی قمر دارن. ولی زحل توی این زمینه رکورد داره با 82 تا ماه که 53 تاشون حتی اسم هم دارن. نمیخوای لیستشون رو بگم؟ نه؟ باشه، بریم جلوتر. ماه ما با شعاع میانگین حدود 1737 کیلومتر شاید بزرگترین قمر منظومه نباشه، اما نسبت به اندازه سیاره‌ای که داره دورش میچرخه از همه بزرگتره. تفاوت یه سیاره با یه قمر به اندازه نیست. شاید اولین چیزی که به ذهنت برسه این باشه که خب ماه خیلی بزرگه، ولی نه. قمرهای دیگه توی منظومه شمسیمون واقعا غول پیکرن. بعضیاشون حتی از بعضی سیاره‌ها هم بزرگترن. مثلا مشتری چند تا از این ماه‌های غول پیکر داره. مثلا گانیمد
اون قمر یخی معروفش. گانیمد بزرگترین قمر کل منظومه شمسیه، اونقدر بزرگه که از عطارد و حتی پلوتون هم بزرگتره. جالبه بدونی احتمالاً یه اقیانوس آب شور زیر سطحش داره که شاید حتی از کل آبهای سطح زمین هم بیشتر باشه. ماه خودمون اگر بخوای مقایسهش کنی قطرش حدود 1/4 قطر زمینه، ولی از نظر جرم حدود 80 برابر سبک‌تره. یعنی اگه زمین رو بادکنک تو خالی فرض کنیم باید حدود 50 تا ماه بذاری داخلش تا پر بشه. حالا یه زاویه دیگه ای رو ببینیم. اگه بخوای ماه رو با آمریکا مقایسه کنی چی؟ عرض قاره آمریکا حدود 2800 مایله، یعنی قطر ماه از اونم کوچیک‌تره. اما بیا فرض کنیم ماه 2 برابر اندازه الانش. اون وقت چی میشد؟ اول از همه باید آماده دیدن کلی خورشید گرفتگی میشدیم. الان تو حالت عادی سالی بین 2 تا 5 خورشید گرفتگی داریم. البته خیلی نادره که تعدادش به 5 برسه. آخرین بار همچین چیزی سال 1935 اتفاق افتاده بود و بار بعدی تازه توی سال 2206 رخ میده. اگه از این پایین نگاه کنی خورشید و ماه تقریبا هم اندازه به نظر میان. ولی خب معلومه که خورشید یه غول واقعیه. حالا یه سوال باحال، اگه خورشید تو خالی بود فکر می‌کنی چند تا ماه لازم بود تا پرش کنی؟ لازم نیست گوگلش کنی، جوابش اینه. حدود 64,300,000 تا ماه مثل ماه خودمون. یا اگه بخوای با زمین حساب کنی تقریبا 1.3 میلیون تا زمین لازمه تا پرش کنن. یعنی اونقدری بزرگه که حتی عددش هم سرگیجه میاره. قطر خورشید حدود 864,000 مایله و جرمش چیزی حدود 330,000 برابر جرم زمینه. خیلی بزرگ و سنگینه. خب حالا که رفتیم سراغ خورشید یه نگاه هم به مفهوم ستاره بندازیم. ستاره دقیقاً چیه؟ راستش منم دانشمند نیستم، پس سعی میکنم ساده بگم. ستاره یه گلوله عظیم از ماده داغ و درخشان آتیشیه که با نیروی گرانش خودش کنار هم نگه داشته شده. دلیل اینکه نور و گرما از خودش ساطع میکنه هم واضحه، چون خیلی داغه. دانشمندا کوچکترین نوع ستاره ها رو به خاطر اندازه و رنگشون کوتوله های قرمز مینامن. این نوع ستاره ها توی کهکشان ما از همه رایج‌ترن. بعضیاشون اونقدر کوچیک و کم نورن که اصلا از زمین دیده نمیشن. مثل نزدیکترین ستاره به ما پروکسیما سنتورس. خورشید خودمون یه ستاره متوسط به حساب میاد. از نظر جرم، روشنایی و طول عمر تقریبا در وسطای دسته‌بندی قرار میگیره. البته یکم دورتر یه سری ستاره های غول‌پیکر هم داریم. اونها کمیاب‌ترن ولی خیلی راحت دیده میشن. برای همین میتونیم مطمئن باشی تقریبا هر ستاره‌ای که شب بعد از غروب خورشید میبینی از خود خورشید خیلی بزرگتره. ولی بس دیگه، از ستاره ها گفتیم، برگردیم به ستاره اصلی برنامه امشبمون، یعنی ماه، تنها قمر طبیعی زمین. اما واقعا تنهاه؟ شاید نه. سال 1997 یک گروه از دانشمندا یه سیاره که حدوداً 3 مایلی زمین پیدا کردن که انگار توی دام گرانش زمین افتاده بود. به نظر می اومد یه جورایی مثل یه ماه دیگه برای زمینه. اسمش رو گذاشتن کرونیا. این رفیق فضاییمون هر 770 سال یه دور کامل دور زمین میزنه و به نظر میرسه حداقل تا 5000 سال آینده همینطوری توی مدار عجیب خودش باقی بمونه. از اون طرف ماه خودمونم داره کم کم از همون فاصله میگیره. هر سال یه ذره از انرژی چرخش زمین رو میگیره و باهاش خودش رو حدود 4 سانتی متر از زمین دورتر میکنه. اگه داده هایی که الان داریم درست باشه، وقتی ماه تازه به وجود اومده بود فقط حدود 14,000 مایل با زمین فاصله داشت، ولی الان به طور میانگین حدود 239,000 مایل از زمین دوره. و حالا سوال بزرگ اینه، اگه یه روزی ماه کاملا از زمین جدا بشه و از مدار زمین خارج بشه چی میشه؟ دیگه خبری از آهنگایی مثل تاکینگ تو د مون یا فیلم‌هایی مثل مونلایت نیست، چون وقتی ماه نباشه نه جزر و مدی توی اقیانوس‌های زمین داریم، نه شب‌هامون اون روشنایی همیشگی رو دارن. شب‌ها خیلی تاریک‌تر میشن، فصل‌ها هم کاملا عوض میشن، حتی طول روزها هم فرق میکنه. طبق محاسبات دانشمندا این اتفاق قرار حدود 50 میلیارد سال دیگه بیفته. پس لازم نیست از الان بری زانوی غم بغل بگیری، مگه اینکه کلا عاشق فضای دارک و دپ باشی. ولی یه نکته دیگه هم هست. خورشید هر میلیارد سال یه بار حدود 10% روشن‌تر میشه. نمیخوام سرتو محاسبه درد بیارم، ولی خلاصش اینه که قبل از اینکه ماه کاملا از زمین جدا بشه، خورشید احتمالاً جفتشون رو با هم قورت داده. آره میدونم خیلی امیدوار کننده نبود، ولی بذار یه سوال مهمتر بپرسیم. چی باعث میشه یه جرم آسمونی بشه سیاره؟ و چرا ماه با اینکه از بعضی از سیاره‌های منظومه شمسی بزرگتره خودش سیاره حساب نمیشه؟ خب از پایه بگیم. یه سیاره باید 3 تا ویژگی داشته باشه. 1. باید دور یه ستاره بچرخه، نه دور یه چیز دیگه. 2. اونقدر جرم داشته باشه که نیروی گرانشش بتونه خودش رو گرد و کروی کنه. 3. و در نهایت باید بتونه تمام ذرات و خردریزای اطراف مدارش رو جمع کنه و پاکسازی کنه. حالا ماه ما که دور خورشید نمیچرخه، اینو میدونیم. ولی جالبه بدونی که ماه دقیقاً دور زمین هم نمیچرخه. در واقع ماه و زمین با هم دور یه نقطه خاص میچرخن که بهش میگن مرکز جرم مشترک یا همون بری سنتر. این نقطه حدود 1000 مایل زیر سطح زمینه، ولی حدود 3000 مایل با مرکز واقعی زمین فاصله داره. چون این نقطه هنوز توی سطح زمینه، ما ماه رو یه سیاره حساب نمی‌کنیم. برای اینکه ماه واقعا یه سیاره باشه، باید تقریبا 1/3 بزرگتر می‌بود یا 1/3 از زمین دورتر می‌چرخید تا اون نقطه مشترک از زمین بیرون می‌افتاد. البته ماه یه سری ویژگی‌های سیاره‌گونه هم داره و همین باعث میشه توی منظومه شمسی ما واقعا خاص و منحصر به فرد باشه.
اول از همه ماه هم مثل زمین پوسته، گوشته و هسته داره. جالبه بدونی که از نظر زمین شناسی هم فعاله، درست مثل زمین خودمون. اون بالا هم زلزله دارن، فقط بهش میگن زلزله ماهی یا همون مونکویک. حالا بریم یکم هم تو فضا بچرخیم. چی گفتی؟ صدای منو نمیشنوی؟ خب معلومه که نه، چون فضا کاملا ساکته. هیچ هوایی اون بالا نیست، پس صدا هم هیچ جایی برای حرکت کردن نداره. حالا اگه هنوز دنبال سفر فضایی هستی، توصیه دارم از زهره فاصله بگیر. اون داغ‌ترین سیاره منظومه شمسیه. میانگین دماش حدود 840 درجه فارنهایته. شاید فکر کنی چون نزدیکتر به خورشید اینجوری، ولی نه، اشتباهه. سیاره عطارد که از همه به خورشید نزدیکتره، چون جو نداره که دما رو تنظیم کنه، دماش خیلی بالا و پایین میشه. ولی زهره یه جو خیلی ضخیم داره که گرما رو توی خودش حبس میکنه. تقویمت هم اگه اونجا زندگی کنی کاملا قاطی و بی‌مفهوم میشه، چون یه روز روی زهره تقریبا اندازه یه سال روی زمینه. اونجا یه روز حدود 243 روز زمینی طول میکشه. حالا اگه یه توقف کوچولو بزنی روی مریخ، یه صحنه خاص منتظرته. غروب‌های آبی رنگ. طبق گفته ناسا، گرد و غبار خیلی ریزی توی هوای مریخ هست که باعث میشه اطراف خورشید توی غروب به رنگ آبی دیده بشه. خیلی خاص و قشنگه. عاشق الماس و چیزای براق و خاصی، پس چمدون تو ببند، چون یه سیاره اون بیرونه که کلاً از الماس ساخته شده. میگن اندازش 2 برابر زمینه و بیشتر سطحش از گرافیت و الماس پوشیده شده. حالا اگه تصمیم گرفتی به یکی از اینا سفر کنی، فقط تهیه لباس فضایی حدود 12 میلیون دلار رو دستت میذاره. ولی خب اگه واقعا بری اونجا، هزینه‌اش کاملا جبران میشه، مگه نه؟ و اگه از سفرهای فضایی خوشت نمیاد و ترجیح میدی همینجا روی زمین بمونی، خبر خوب اینه که هنوزم کلی شگفتی همینجا روی زمین منتظرته. مرسی که تا اینجا با هم همراه بودی و اگه دوست داری از شگفتی‌های زمین و یا هر چیزی که بهش فکر می‌کنی برات بگم، این ویدیو رو لایک کن و کانال منو سابسکرایب کن.